سلام بچه ها، من هستم. خیلی خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید از یک سری جدید، سری که خیلی وقت پیش میخواستم شروعش کنم، 1-2 ماه پیش، ولی به خاطر امتحانات و حالا یه سری اتفاقات دیگه من نتونستم به این زودیا شروعش کنم و در واقع شکل بگیره تو کانال و یک سری تغییرات، مثلا همین وبکم میخواستم بدم، سر همین خیلی طول کشید، ولی حالا دیگه به امید خدا در آخرین روز سال 2025 این اتفاق افتاد. اتفاقی که قرار بود روز اولش بیفته ولی افتاد به روز آخرش. اومدیم با یه سایت جدید، سایت پوکی گیمز، حالا کریزی گیمز، که اونجا ما 50 تا ویدیو تقریبا ضبط کردیم. به این مشکلی برخورد دیگه، ما اونجا نتونستیم بریم کریزی گیمز، اومدیم پوکی گیمز. حالا زیاد فرقی نداره، بازی ها سطح بازی ها که تقریبا همونه، فقط اینجا احساس میکنم بازیش بیشتره، نمیدونم چرا. یه جوری همین اول بازیاشو به رخت میکشه، تعداد بازی ها رو میبینی مثلا کرک و پرات میریزه، احساس میکنی خیلی بازی ها بیشترن، ولی حالا شاید هم کمتر باشه، شاید مال اونجا بیشتره، ولی مهم تعداد بازی خوبه. شاید اینجا بازیش کمتر باشه ولی بازیش بهتر باشه، شاید هم برعکس باشه. در کل بریم مثلا کار گیمز، بعد یه دونه بازی خب حالا یه دونه بازی شانسی برای ما آورد، ما همینجور زدیم ببینیم که چی میشه. بازی فیلینگ د کامپلکس، این هری خودمونه، اون قبلا هم بود، مثل این که خودشه. او این پلی، وای بابا سایتش چه اتفاقی داره میفته. یک لحظه ما به جاهای عجیبی رفتیم. یک سری بازی هستن که اینا انگار نه انگار که بازی های جدید باشن، دقت کرده باشید همه اکثر این بازی ها بازی قدیمی موبایل هن. ما لپتاپ گرفتیم که اینا رو پلی بدیم. ببین چه روزی افتاده. از اینا که میگذریم، اینا که قطعا نبودن اون چیزی که ما میخواستیم. اصلا سایت عوض شد، یه لحظه انگار وارد یه سایت دیگه شده بودیم، نمیدونم. خب اصلا عوض شد همه چی. آها، بخش ماشین اومدیم ما الان. خب از همین بازی این گوشه شروع میکنیم، فلاینگ کار سیمولیتور، ببینیم که بازیش چجوریه. این چجوری باید تمام صفحه میشد؟ من مشکلمون هم الان همینه. بازی کامل دانلود بشه. خب بازی بالا اومد ولی صداش زیاده، صداشو کم میکنم. خب درایو زدم، همینجوری زدم رو درایو ببینیم چی میشه. رو لودینگ فعلنه. لپتاپ منم داره بهش فشار میاد، داغ کرده. داغ که به اون صورت نه، بالاخره هر دستگاهی استفاده کنی داغ میکنه. اینجوری بریم داخل اکسل هم این داغ میکنه. خب 3 تا ماشین داریم ولی فریز شده سایت انگار دارم. یه چرا اینجوریه؟ خب ماشین اول، دوم و سوم، این تمام صفحه نداره واقعا. نه مثل این که کلا نداره. ماشین اول ما انتخاب میکنیم یا اول فرد. گرافیکش از اون چیزی که فکر میکردم بالاتره، ولی تو نه یه تو چی مثلا درخته مثلا، یا چرا رنگ ماشینش یک چالش یک
ثانیه یه کاری باید انجام بدیم. آها اینجوری کلیک کنم. چیکار کنم؟ اوه 12 تا چک پوینته که من باید توی 120 ثانیه اونها رو بگیرم. حالا اونا کجا هستن؟ ماشین شما رو بیرونش کنید. حالا نمیدونم شاید توی ویدیو کم باشه. واقعا نمیدونم. خب امیدوارم بازی ویدیو لک نزنه. هرچی لک میزنه ویدیو لک نزنه. خیلی صدا سیاه داره. واقعا مطمئنم که صدای یک ماشینی که زیاد صدا داره جالب نیست برام. خب ما که چالشو باختیم ولی فهمیدیم هندلینگ یه ماشین خیلی داره. یهو چیزو میزنی، یهو مثلا میزنی، یهو راسته میکنی، یهو کامل راسته میکنی، یهو و مثلا وسط خیابون مثلا 33 پل هست. چیه؟ 33 پل که نیست، 2 پل خوبش. آره چالش فیل شد. ما که نفهمیدیم اون چک پوینت ها کجا بودن ولی نتونستیم بگیریمشون. خب دوباره از همینجا اومدیم. خب یک چیزی من دارم شبیه به خط پایان مسابقات رالی چیه؟ روی نقشه یه همچین چیزی هست. یه کلا بازی رد داره. از بعضی از چیزا رد میشه اصلا. تیرای چیه؟ چراغای رمزی تیر برق که نیست. اوه همین چالش هست. پس دوباره ما همین کاسه و همین اوه برای پرواز کردن میگه که افو بزن یا اول خیلی مسخره به نظر بیاد. پرواز نمیکنه صرفا فقط انگار سرعتش زیاد شده. خیلی انگار مثلا اسباب بازی ماشینش طبیعی نیست. اوه برای پرواز کردن فکر کنم باید اسپیس دیگه این تا پرواز کنی کلا خراب میشه. خب چرا گاز نمیدی؟ ها بریم ببینیم. اوه سرعتش خیلی زیاد شد. همینجوری داریم میریم. کجا میگو؟ عادی شد. غیر عادی. خب اسپیس بار اوه مثل ترمز میدیم. من فکر کردم این پرواز میدیم. اصلا من این ویدیو
بالا میدونی چی میگم نمیره بالا که مثلا اون بالا یه چیزایی بود ولی اوه جالبش دستم اومدم ببین یه چیزایی هست اون بالا ولی فکر نکنم دایره های اون بالا برسیم شاید اگه مثلا نزدیکشون بشیم شاید یه اتفاقات بیفته واقعا یه ماشینش رد داده بچه مثلا یک بازی سایتی همینجوری میشه کلا 100 مگابایت بیشتر نیست اینجوری این دیگه همچین اتفاقاتی خیلی لذتی نداره من با این بازی میخوام نمره برم من قبلا تو کریزی گیمز که بودیم زیاد نمره نمیدارم مثلا میخوام ارزش بازی کردن داره یا نه از این به بعد دیگه قرار نمره بدیم نمره این بازی رو مثلا میتونم بذارم 5 از 10 دلیلم نمیارم همینجا حسی گفتم 5 از 10 این بازی 5 از 10یه بازی کاملا ناقصه اصلا نمیشه ماشین رو ارتقا داشت شاید هم میشه من خبر ندارم نمیدونم ولی موضوع اینه که اینو بریم ببینیم دیگه چیه داره فقط کنترل کنترل ها رو توضیح داده و یه دکمه درایو گذاشته دیگه نمیشه ماشینی مثلا ارتقا داد و مرحله خاصی داره اون چالشاش هم که نمیشه رد کردی حداقل من بلد نیستم در کل 986,000 نفر این از این خوششون اومده باز خوبه یه مقداری هم حالا دیسلایک دادن در کل اونا هم حتما همینجوری زدن دیگه فکر نمی کنم دلیل دیگه داشته باشه ولی این که انقدر یعنی خیلی هم هستن باز اصلا دکمه نمیزنن یعنی این 1,000,000 نفر لایک و دیسلایک داده حالا فکر کنم مثلا 10 میلیون نفر 20 میلیون نفر این شرط رو بازی کرد در کل امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیوی بعدی خودم